بالاخره دارن از دروازه میان بیرون. چی؟ بقیه نیروام کجان؟ همشون مردن. چی؟ جنابالی کی باشید؟ ببین من خستم، میخوام برم خونه. بریم شوهری. نه نمیای. وای من لینوام، رئیس گروه کیتنهای ددی. 5 تا از کیتنهای کوچولوم الان مردن. بعد تو همینجوری با یه بچه 12 ساله از اونجا می بیرون؟ 16 سالمه. مردک بچه باز، همین الان باید بکشمت. مطمئنی میخوای این کار بکنی کیتن؟ بریم سانکی، دم در خونه پیادت میکنم. فکر اضافی هم نکن، فهمیدی؟ بله دادی. خدایا بکشت، اینقدر بمینو نگو. هیچ وقت هیچ کس اینجوری بهم دستور نداده. بخورمش جون. مرحله فری باز شد. What the fuck؟ خب جینو بریم که مثل کل این فصل تو همه کارا رو بکنی و من نگات کنم. حله، راستی باید یکی سر راه سوار کنیم. ها کیو؟ سلام جینوی عزیزم. سانکی؟ امروز مدرسه تعطیله مگه؟ نه امروز خودم نرفتم چون دیشب جینو پاهامو بیاس کرد. فکر بد نکن. حقیقتش تا خود صبح دست و پاهم میلرزید. نه حتما تب و لرز داشته که جینو هم مراقبش بوده. مگه نه شوهری؟ جینو میدونستم بچه من چه دوست داری. داستانش طولانیه. از یه هم تو زندان پوسیدن طولانی تره. ما یه قرار داشتیم. با کی؟ جفری اپستین؟ اونجوری که فکر میکنی هم نیست. پس شوخی کردین. اونجوشو درست فکر کردی. الو پلیس، یه مشکل کوچولو اینجا داریم. رابطه فیزیکی نیست. تازه اگرم بود من که راضی بودم. الو، با مقامات تماس گرفتم. یه شکارچی رنکیس اینجاست که شکارش فقط هیولاها نیست. ممنون که رسوندیم. شوهری؟ نه بابا این چه حرفیه، خواهش میکنم. خدایا چرا این ذلت رو قبول کردم. راستی جینو من یه توتی توی اتاقم دارم که رقص میله میخوای ببینیش؟ ممنون ولی ترجیح میدم بمیرم. آها یعنی چیز مگه باباتینا خونه نیستن؟ بابام وقتی من بچه بودم گفت میره شیر بخره، بعد دیگه برنگشت. آها خیلی چیزا مشخص شد. آره تازه تو سحری هم میتونی بمونی. سونگی گوش کن، تو 16 سالته. فقط به خاطر قراری که با هم داشتیم من قبول کردم 1 هفته تظاهر کنم که دوست پسرتم. هیچی نمیتونه منو قانع کنه که مأموریت جدید. نه به مأموریت دیدی پارتی خوش اومدی. قراره بریم زندان. قبول نمیکنم. نمیشه باید قبول کنی. قبول نکنی درجا میترکی. اصلا واسم مهم نیست، منو همینجا بکش. ایشا لوسی، مأموریت کنسل شد. خب پس فردا میبینمت. آره ساعت 9 میام دنبالت. چشم ندید. ای زهر مار، خدایا من چی کار کردم تو این زندگی. گوش کن استاد، من دشمنت نیستم. چه اینطوریه؟ دوست دختر چند سالشه؟ بذار برات توضیح بدم. بچه ها مال منه. باشه خودت اینو خواستی. خیلی خفیه ولی شکستش میدم. یک تماس داری. چی؟ تو زنگم میخوری؟ سلام عشقم. سانگی؟ شمارم از کجا آوردی؟ به یکی رشوه دادم. یه بچه این سرم شروع الان فعلا قطع کن. آیرون لعنتی چقدر قویه. یک تماس. دوباره؟ عشقم خط رو خط شدیم. نه الان فقط سرم شلوغه. چی کار میکنی؟ همه بچه ها مال منن. همه بچه ها من. وای یه دختر پیشت. الان وقت این حرفا نیست. از من خوشگل تره. نه مثل خره. حالا ولم کن دیگه. با روش قدیمی نمیشه شکستش داد. رفتی بچه دبستانی پیدا کردی در حالی که دبستان میدون جنگ منه. خودشه. ای سعید، یه پسر بچه 10 ساله اونجاست. گوش گیرت انداختم پدوفیل. عوضی دروغ. آره فقط باید یه ورژن شیطانی از یه بچه باز واقعی رو میکشتم. عشقم ببخشید سرت داد زدم. نظر چیه بی تو اتاقم جبران کنم. سانگی تو 16 سالته، من هیچ کاری باهات نمی کنم. چرا؟ همه
همیشه میگن سن فقط یه عدد. بس دیگه هر دفعه نمیشه همینو بگی. خب میگن حرف راست از بچه قطعش کن. آیرون یه بار دیگه به من بگی دریک، بهت یه چیز دیگه از دریک نشون میدم. ببخشید، خب مگه من چی کارت کردم؟ سانگی 2 هفته از خبری ازت نیست. داشتم با دوست پسر جدیدم وقت میگذروندم. وایسا، دوست پسر داری؟ آره ولی ازم بزرگتره، واسه همینم گفت به کسی نگم. اوکی. داداشته. چه گویی خوردی؟ آره یه مدت با همین، شاید به زودی ازدواجم کردیم. تو احیانا 16 سالت نیست؟ خیلی چندشه. خب تو هم خواهرشی، اینم شندشه، تازه‌شم ما هم کلاسیم. احمق، تو جهشی خوندی؟ معلومه چون باهوشترم. کوربال. چی میگی بی پدر؟ مگه حالا تو پدر داری؟ اصلا چرا فکر کردی جینو تو رو به من ترجیح میده؟ خب میدونی 16 تا دلیل دارم که بهت بدم. خب حالا هرچی، با واقعیت رو برو، من قرار زنداداشت بشم، تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اینطوریه؟ هی جینا، میدونی سانگی کجاست؟ واو، هیچ ایده ای ندارم. حالا به هر حال تا آخر 3 سال ونینگ دیگه نیستش. آقای سانگ میشه یه چند لحظه وقتتون رو بگیریم؟ من بتمنم. گزارش بچه بازی بهم دادن. چی؟ کدوم بتمن؟ بیا بریم تو دفترم. یه مرد جوان بهمون گزارش داده که انگار تو توی رابطه با یک دختر 16 ساله ای. خدا بکشت کله نارنجی. ببینید اونجوری که فکر میکنید نیست. واقعا چون من اسکرین شات دارم. چون که جلوشو گرفتم به این معنی نیست که نمیتونست تا ته بره توت. خدای بزرگ. ممکن بود نمیری ولی دردت میگرفت. بچه بازه وحشی. نه با هم سیاه‌چاله بودیم، داشتیم راجع به یه تیر صحبت میکردیم. نه خب داستان باورپذیریه. پس این یکی چی؟ تو 16 سالته ولی من به خاطر قرارمون قبول میکنم ولی هیچ کس نباید بفهمه. خدای من تو خودت یه حیولایی؟ نه به خاطر سیستمه. آلفرد با کمال می. چند بار قرار این کابوس رو ببینم. سلام دادش ناتنی.